ریشه کلمه قنات رو بررسی میکنیم که اصالت این سیستم رو نشون میده. از ترکی سومری گین شروع میشه، به اکدیم میاد، آرامی و عبری و فلان که حرکت میکنه در زبانهای منطقه. ارتباطی به ریشه کندن نداره، در حالی که کند و کاو گازماخ و گاوماخ هست. یه کلمه دیگه ازش داریم ساخته شده کاریز، گازر، گاریز، با یه قلب اون کلمه پدید اومده، ولی اصلش از گنتا، غنچه، محفظه گل، پوشش روی سطح گل، گنتا که دری به شکل غنچه ظاهر شده، یا گلنزن گنه، پوشش شمشیر، گننان تخما، از هیته خودت، از محفظه خودت خارج نشو. گن داخلش چی در جریان داره؟ گان. میبینی این هارمونیه در زبان. میبینیم که همه چی در دنیا بین النهرین شروع شده. حالا همین گن در زبانهای دیگر، کن قوری تو آلمانی، کانال آبراه لاتین که به لاتین راه پیدا میکنه، گانال اگه بخوایم با حلق ترکی تلفظ کنیم که وقتی حرکت میکنن کلمات نسبت به جغرافی جدید یه تلفظ جدیدی میگن، یا در ایتالیایی همونه میاد میرسه به کانال، انگلیسی گنال. یعنی این ریشه گن از سومری تا امروز ادامه داره و در تمام زبانها راه پیدا کرده. این کلمه بسیار تمدنیه. در کدوم زبان معنی داره؟ البته که ترکی. سومرها کی هستن؟ البته که پرتو ترکن. نزدیکترین زبان به زبان ترکی سومری کنگرها هستن، یکی از ایلات کهن ترک هستن.